این سال باز هیئت دسته پایتخت به عوض گردیده است. بازیگران نو دعوت شدند، فوتبالبازانی که میخوان خود را نشان بدهند. اصلا هیئت این دسته از جوانان بسیارتر ترکیب یافته است در موسم جاری و اونها میخوان بازی خیلی خوبی را نشان بدهند و باز میتوانند البته آینده فوتبال کشور از بین این بازیگران هم پیدا بگردد، چون زمانی در فوتبال کشور چنین دسته‌ها پیدا میشدند و کران بود یک دسته‌ها برای دسته‌های دیگر هم که پیدا میشدند و توانستند از بین اونها بازیگران خیلی خوبی را مشاهده کردیم و اونها پیدا کردیم جمع شدند. اینجا پرتاب اجرا می‌گردد و ارخیو و وضعیت مسابقه مشاهده کردیم به نتیجه انجام می‌یابد. ببینید که چگونه خیلی خوب توپ را به هم دیگر داده ایستادند. فوتبالبازان اساسی کمپانی زمان شریف و پاس و برکنار به خطا به احساس فشار بازی دارند. فوتبالبازان شهر دوشنبه هرچند هر دو دسته البته از شهر دوشنبه هستند و به هر صورت اینجا فرقیت گویم در سطح و صفت بازی دسته‌ها دیده می شود و اون احساس می گردد. از نگاه اول می توانیم ببینیم که چگونه اینجا بازیگران دسته سرو کمپانی یک سر گردن بالاتر هستند. اینجا یک ضربه دیگر خیلی خوفناک به طرف دروازه اجرا کرده می شود و توپ به ستون دروازه رسیده. این حالت به نتیجه به انجام رسد. نوبتی بازیگران دسته سرو کمپانی از کنار مشاهده کردیم که چگونه نوبت خوف و خطر ایجاد می‌کند دلشاد سلاموف. پس با اخیب و اکنون با هجوم بازیگران پایتخت میتوانیم متوجه شویم. اونها هم باید ثابت کنند که بهوده در سوپرلیگ کشور برآمد نکرده ایستادند و این بازیگرانی هم هستند که میتوانند بر مقابل قهرمان فعلی کشور جایزه‌دار خوب جام جایزه‌دار سوپر جام کشور البته بازی ارزنده و رقابت بهتری را نشان بدهند. در مجمع کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان البته این بازی برگزار می‌گردد و قسم بیشتر بازی هم از در همین تالار دایر خواهند شد. متوجه میشیم با هجوم نوبتی، یعنی همون تالاری که سوپرلیگ مملکت اصلا اینجا دایر می‌گردد. غیر از اون بازیگرانی که 5 نفری که با شما گفتیم باز فوتبالبازان دیگری که در هیئت ذخیروی هستند اونها رو با شما شناس میکنیم و اونایی که در هیئت اساسی نبودن و نوبت البته از ذخیره وارد میدان میشوند و رخت بازی میتوانند کلا دیگر سازند. برای مثال کاپیتان دسته سرو کمپانی فیض علی صدر یکی از آنهاست که این زمان او در میدان است. خب در هیئت دسته پایتخت اینها ابوبکر یعقوب، فضلالدین رحیموف، محمد طاهر سلیموف، اسکر جمعیف، سر دولتوف، ابوبکر اکراموف، حیدر برانوف و شهریار جمعخانزاده می باشند. در هیئت سرو کمپانی بیرون از پنجگانه باز 4 نفر دیگر تنها قرار داشتند: مهدی مصطفی، نسیم شریف، فیروز سنگو و فیض علی سرداروف. دلشاد سلاموف، فیض علی سرداروف، پس با فیروز سنگوف. پس نسیم شریفوف باقی باز اینجا یک ضربه زده می شود و بازم در وسط سامان سلشایف توپ را اولین شده میگیرد. کار سامان سلشایف در بازی امروز خیلی و خیلی زیاد خواهد بود چون که او زیر ضربه ها قرار میگیرد. فشار بازیگران دسته سرو کمپانی اینجا دیده می شود.
فیضعلی سردارов پاسیو با دلشاد سلامov. اینجا از آغاز البته فاوریت معلوم بود دسته سورو کمپانی قهرمان فعلی کشور امکانیت خیلی کم خواهد داد با دسته رقیب و البته سورو کمپانی هر قدر که تواند همون قدر گل میزند، یگان رحم و شفقت اینجا نخواهد بود و بازیگران دسته پایتخت هم کوشش خواهند کرد تا رقابت ارزنده بر مقابل سورو کمپانی نشان بدهند. امسال البته یک دسته بسیار نامدار در فوتبال مملکت دسته سپر شهر خوجند شرکت نخواهد کرد. پیش از آغاز موسم ملکی رسما معلوم شده بود تا نوزه میتوان گفت که اینجا تاسف هم هست، چون دسته سپر دوام چند سال اخیر بسیار برآمدهای عالی هم داشت. بازیگران خوب از همین تیم می برآمدن برای تیم منتخب هم کمک میکردند و البته با سبب‌های گوناگون دسته مذکور اکنون در موسم جاری در سوپرلیگ شرکت نخواهد کرد. شاید شما در موسم‌های نوبتی باز مشاهده کنیم دسته سپر را، ولی به هر صورت در همین موسم چمپیونات به سپر برگزار خواهد شد. این میتواند معنی او رو داشته باشد که رقیب اساسی دسته سورو کمپانی که دوام چندین سالها ما از دسته سپر شهر خوجند بود اکنون دسته دیگر می شود. اینجا با احتمال زیاد رقیب اساسی در فوتبال مملکت برای دسته سورو کمپانی دسته استقلال شهر دوشنبه خواهد شد که این دسته هم در عید خود بازیگران خوب را جمع آورده است. خوب مربی گرجستانی سابق سرمربی منتخب تاجیکستان الکساندر زبیرادزی را به کار دعوت کردن. توجه میکنیم به این هجوم کمی در پاس دادن اینجا خطا دیده شد و این بکس العمله دسته سورو کمپانی میارد فیضعلی سردارov پاسیو و اونجا با توپ رسیدن نتوانست بازیگر دسته سورو کمپانی، فکر دارم فیروز سنگوف بود. خب البته شیرزاد جمعیف به ما نشان داده می شود، مهربان تیلویف هم همراه با اوست، بعدم پیرو وحیدوف، یعنی سرمربیان هر دو دسته به ما نشان داده شدند. این سال شیرزاد جمعیف دسته پایتخت را قبول کرده است، با این تیم کار میکند تا نتیجه های خوب را نشان بدهد. قبلا اینجا خب مصطفی افشاری متخصص ایرانی کار و فعالیت داشته بود و اکنون هم شیرزاد جمعیف هم مهربان تیلویف که هر دو سابق بازیگران تیم منتخب مملکت هم هستند کوشش خواهند کرد تا بسیار یک دسته خوب و رقابت پذیر را با میدان رقابت ها بیارند. همون طوری که خود شیرزاد و مهربان قبلا بازی میکردند، بازی با بووریتوم رقابت های خیلی جالب بوورینوک، همون طور هم باید از پاوران اونها بازی کنند، یعنی همون بووری زیاده که این دو بازیگر داشتن باید بعد از پرورانشان گویم که میراث مونده شود، ولی اینجا طوری مشاهده کردیم تا هنوز نرسیدن تجربه با بازیگران دسته پایتخت میتواند تاثیر خود را داشته باشد. از جمله در این فرصت خیلی خوب نتوانست مهراجدین محمد شایف حالت بسیار خوب گلزنی را استفاده کند و عموما البته سرمربی کنونی دسته پایتخت شیرزاد جمعیف یکی از اولین هایی شد که بیرون از مملکت بازی کرده بود. خود مهربان تیلوی باشد در موسم گذشته و در دسته پایتخت باید فوتبال باز بود، اینجا بازی میکرد، کاپیتان بود، بازیش خیلی خوب به نظر می رسیدند. هرچند در نهایت کار دسته پایتخت البته برای قهرمانی مرزم نبود، چون که اونجا دو دسته استقلال و همچنین سورو کمپانی برای قهرمانی مبارزه بردن در آخری کار و طور شما مشاهده کردید در بازی‌های فینالی در سلسله فینال ها غلبه خود را ما از دسته سورو کمپانی با دست آورد و قهرمانی را در موسم گذشته در سوپرلیگ مملکت تایید و فوتبال مال خود کرد. خیلی توبربای خوب توجه میکنیم به این هجوم، اینجا کوشش کرد فردوس سعیدov تا توپ را به همسایگان خود برساند ولی موفق نشد. فیضعلی سردارov پاسیو
امکانیت نوبتی برای فیضعلی و یک کامبیناسیون خیلی عالی ضربه زده می شود و دروازه‌بان اینجا خیلی خوب بازی کرد سامان اسلشویف واقعا هم خود را در این فرصت بسیار عالی نشان داد و ثابت کرد که می تواند در خط دروازه بسیار مهارت عالی داشته باشد. باید تعریف و توصیف کنیم و احسان گوییم با سامان اسلشویف که در همین فرصت بهترین بازی را نشان دادن توانست. ادریس یاروف پاسیو و بعدا اینجا فیضعلی سرداروف توپ را میرساند با طرف ستون دروازه که اونجا هم دستش در موقع اوزود قرار داشت و توپ را وارد دروازه رقیبان کردن توانست. این هم باشد نسیم شریپوف بود. حساب رقابت دوستان عزیز 0 برد می شود. می توانیم بار دیگر متوجه شویم که چگونه خوب این را استفاده کردن بازیگران دسته سورو کمپانیا. فکر دارم یک نوع کامبیناسیون بود که در تمرین ها اون کار کرده شد و در عمل هم اون در سطح عالی تطبیق گردید. خیلی خوب اینجا بازی کرده شد. امکانیت برای بازیگران دسته پایتخت پاس به کنار ولی فردوس سعیدوف چنان بازی کرد که پیشکی علاقه معلوم بود چی کار خواهد کرد. کمپیر 70 ساله اگر میشد درک میکرد که این زمان فردوس سعیدوف با کدام قرار میاد. یعنی اینجا یک نوع حالت ناگهانی نشد برای رقیب و رقیب برای این حرکت های فردوس سعیدوف آماده بود. در فوتزال طور معلوم است یکی از جهت های خیلی خوب که با موفقیت میتواند آورده برساند این گویم کامبیناسیون های از چشم بسیار هم دور و نهانی می باشند، کامبیناسیون هایی که پنهانی هستند و حرکت هایی که می توانند برای رقیب به اصطلاح سورپریز شوند. سمندر زامار پس خود را میرساند. امکانیت نوبتی ضربه اینجا زده می شود و اینجا توپ پهلوتر از دروازه از میدان بیرون شد. پس نوبتی با طرف شهریار جمعه خونزاده او در پنجگانه اساسی نبود ولی این زمان در میدان است و میخواد بازی خوبی خود را نشان بدهد. خوب سمرابی دسته سورو کمپانیا پیر واحدوف هم امروز با فیروز بازمحمدوف امکانیت داده است و در دروازه می باشد. نه مهدی مصطفی که اساسا البته دروازه‌بان یکم دسته سورو کمپانیا محض لیگنر ایرانی محسوب می شود و پیر واحدوف که همزمان سمرابی منتخب تاجیکستان هم هست. شاید گویم این بازیگر را سنجیده است در بازی‌هایی که در جام ملت‌های عرب برگزار شدند، چون که طور شما می‌دانید اونجا کارت سرخ هم گرفته بود دروازه‌بان اساسی تیم ملی امان فیروز بیک مرادوف و بعد از کارت سرخ در بازی یکم هنوز همین دروازه‌بان فیروز بازمحمدوف به میدان آمد و چند سیو خوب را هم کرد این بازیگر. او واقعا هم در سیو کردن مهارت خیلی عالی دارد. بسیار ضربه های گویم دشوارتر این را گردانیده میتواند اما بازی با پای بهبودی را طلب میکند که فکر دارم خودی سود مربیان هم این چیز را خوب درک میکنند و اگر در همین جهت بازی هم روش کند ترقی نماید پس میتواند یکی از بهترین ها در موقع خود شود. امکانیت نوبتی و بازم تو اینجا وارد دروازه می شود. محمد شریف نوبت همراه با دلشد سلاموف کوشش خوب کردند و تو وارد دروازه می شود. محمد شریف باز زدن گل دست یافت. حساب رقابت 3-0. و در صحنه تکرار بار دیگر همین وضعیت را متوجه شدیم که چگونه سمندر زاموف پاس را خیلی خوب رساند
و ضربه هم بد نمود. ببینید چگونه از پهلوی دروازه‌بان با یک دقیقیت عالی‌ترین ضربه‌اش اجرا کرد. یک هجوم دیگر، ضربه دلشاد سلام و این را دروازه‌بان برطرف می‌کند. پس با کناری راست دلشاد سلاموف ارسالیو به طرف ادریس یارو رسان. ادریس که در نزد ستون دروازه بود و آماده ضربه زنی قرار داشت. نتوانستند به موقع ضربه زنی برآورند بازیگران دسته سرو کمپانیا رو، ولی اکنون امکانات بهترین است. محمد شریپوف و از پا میافتد بر ضد او فردوس سیدوف قاعده بازی را با چین اصول ویران کرد. بردگار همون فرصت به ما نشان داده می شود. چگونه قاعده ویران کنی دقل بود. برگشتند بازیگران به میدان. دستور سپارش‌های سرمربی آنها گوش انداختند، از جمله پیروی بسیار فعالانه دستور خود را گفت و شاید همین وضعیت هم از وضعیت استانداردی استفاده شود. محمد شریپوف سمندر ریزاموف پاسیو دلشاد سلاموف موقع ضربه زنی می‌جوید. توپ خیلی خوب در نزدیکی جریمه‌گاه دسته سرو کمپانی، ولی اونها بازم توپ به خود برمیگردانند. بعداً یک ضربه از کنج محدود دروازه زده می شود، ولی در بازی امروزه سامان سالشوی فلقه ثابت کرد که با چنین ضربه ها دروازه او رقم نمیگردد. محمد شریپوف
امکانیت نمته برای گل چهارم بازیکنان سال کمپانیا، ولی اینا بعد خود بازی رو ویران کردن. تو بالکه با بازی وارد می شود و اینجا با فیر پلی رعایت کرده تا برای بازیگران پایتخت و سالو کمپانی برمیگردند. محمد شریف پاسی و باقیم نسیم تا انجام وقت نیمه یکم اینجا یک نیم ساعت دیگر، یک نیم دقیقه دیگر البته باقی مونده است. یک نیم دقیقه 12 اینجا بگیدان شما هم پای میبرید هنگامی که توپ از اوت یا از خط عقیب از دروازه میگذرد و با بازیگر دسته در حمایه بوده برسد و از معلوم است که چه حالت رخ میدهد. Samandar Azamov ba kanal Dilshod Salomov رسال نوبتی و این وضعیت به براجان بس می شود. میخوان که با هجوم گذارن بازیکنان پایتخت ولی بازم من همون نرسیدن تجربه. ضربه آخرین در قسم اول رقابت از جانب فیروز سنگوف زده شد. همین در نیمه اول دیدار دوستان عزیز در بازی دستای پایتخت و سالو کمپانی به انجام میرسد. نیمه اول با حساب 3-0 پایان یافت. در قسم دوم باشد بازی میتواند جالبتر شود چون که فوتبالبازان پایتخت هم میخوان رقابت از نظر نشان میدن. با ما باشید.
бо сифат намудҳои гуногуни зарфҳо ва дарҳои истеҳсоли русияву беларусияро ба насия то 12 моҳ бе комиссия аз алиф гиред. иқдом дар мағозаи мастерок то
Сора компания даври якуми Суперлига мамлакат аст. Бӯзи сеюм дар даври ва мебошад. Ду бӯзи дигар аллакай дирӯз баргузор гарданд, яъне бо баргузор шудани ду рақобат дирӯз, яъне сайтаражгоҳи имрӯзи 7 июн Суперлигаи мамлакат оид ба фузал расман оғоз гардид ва имсол 6 даста иштирокчӣ ҳастанд дар Суперлигаи мамлакат. 4 даста аз пойтахти мамлакат, аз шаҳри Душанбе ҳастанд. Пойтахт хуб Сора компания, ҳамчунин Амонатбонк. инҷо метавонад як вазъияти дигар ба меояд. ҳуҷуми бозгарони дастаи Сора компания буд ки бо зарбаи кунҷӣ тамом шуд. баъдан як зарба аз фосилаи дур ба тарафи дарвоза иҷро мегардад. ин бебаро ҷанбаст шуд ва дарҳол мехостанд бозгарони дастаи пойтахт ба ҳуҷум гузаранд ва ин бозигарон ҳам муваффақ нашуданд. Идрис Ёров, он бозгароне ки айни замон дар майдон ҳастанд. баъдтарак ба шумо ҳамаи онҳоро якак шинос хоҳам кард. дар мавриди бозгароне ки имсол иштирокчӣ ҳастанд ҳарф мезадем, яъне 4 даста аз пойтахти мамлакат, Сора компания, пойтахт, Истиқлол ва ҳамчунин Амонатбонк. ин даста имсол дар Суперлига ширкат меварзад ва баъдан дастаи Самандари шаҳр Турсунзода ки иштирокчии доимии Суперлигаи мамлакат мебошад ва дар баробари албатта дастаи Истаравшани шаҳри Истаравшан ҳам дар мавсими ҷории Суперлига иштирок хоҳад кард. аллакай ин дастаҳо бӯзиҳои худро баргузор карданд. дирӯз он рақобатҳо дуо гардиданд. инҷо мушоҳида мекунем ки Идрис Ёров аз фосилаи дур зарба мезанад. зарбаи қавитарин ё бо голи зебо анҷом мебарад. хуб ин замон панҷгона дар ҳайати дастаи Сора компания инҳо ҳастанд. Идрис Ёров ба мо нишон дода шуд ва гол ё ба мо нишон дода мешавад ки чӣ гуна як нафарро фиреб дод, зарба зад ва зарба ё бо гол анҷом ёфт. ғайр аз ӯ дар майдон айни замон хуб Фирӯз Сангов, Муҳаммад Шарипов ва Файзали Сардоров ҳастанд ва ҳамроҳ бо онҳо дарвозабон Фирӯз Бозмамадов. инҳо панҷгонаи асосӣ айни замон панҷгонае ки дар нимаи дуввум бозиро шурӯъ карданд дар ҳайати дастаи Сора компания ҳаминҳо ҳастанд. ва ҳайати дастаи пойтахт бошад. ҳамаи бозгаронро ба шумо шинос мекунам. Сомон Асалшоев дарвозабони дастаи мазкур аст. Мероҷиддин Муҳаммадшоев, Нушервон Ғуломов, Муҳаммад Соибов, баъдан Фирдавс Саидов ва бозгароне ки дар захира қарор доранд. аз дар оғози рақобат онҳо вориди майдон нашуда буданд, вале дар рафти бозӣ хеле фаъол буданд. Абубакр Яқубов, Фазлиддин Раҳимов, хуб Муҳаммад Тоир Салимов, Аскар Ҷумаев, Мавсар Давлатов, Абубакр Икромов, Ҳайдар Бурҳанов ва Шаҳрёр Ҷумахонзода. ва ғайр аз панҷгонае ки дар ҳайати дастаи Сора компания аст, онҳое ки дар захира қарор доранд, онҷо Меҳдӣ Мустафоӣ аст, Насим Шарипов қарор дорад, ин замон Самандар Изомов ва Дилшод Саломов ҳам дар ҳайати аз захирави қарор доранд. бозам дар рафти бозӣ онҳо навбат ба навбат ба бозӣ ворид хоҳанд шуд. Файзали Сардоров, Басиё, Файзал имконият дорад, мехост инҷо аз болои дарвозабон зарба бизанад ва тӯбро вориди дарвоза бинамояд, аммо муваффақ нашуд, чунки дарвозабон Сомон Асалшоев аллакай эҳсос кард ки дар ҳамин фурсат ба кадом қарор меояд ва ба кадом усул зарба мезанад Файзали Сардоров. Муҳаммад Шарипов ҳолат бенатиҷа ба анҷом мерасад, вале ҳуҷуми дома хоҳад ёфт. зарбаи навбатӣ Файзали Сардоров ва бозам ин зарбаро Сомон Асалшоев бартараф карда натавонист. тавре ишора кардем, кори ӯ хеле ва хеле зиёд хоҳад буд дар бозии имрӯза. ҳамин таврам ҳаст. як ҳуҷуми дигари бозгарони дастаи Сора компания буд ки зарбаи қавитаринро мехост оҳистак ба дарвоза ворид бинамояд Файзали Сардоров, вале муваффақ нашуд. прессинги дастаи Сора компания инҷо кор медиҳад ва мебинем ки дар ҳамин ҷудаи бозӣ, яъне дар прессинг ҳам дастаи Сора компания мехоҳад дар мавсими ҷорӣ бисёр ҳам фаъол бошад. Идрис Ёров бозам пас ба тарафи ӯ дода шуд ва ӯ ҳам
منتظر با زمین فرود آمدن توپ رو نشده، در حال ضربه زد که ضربه بازیگر مذکور بالاتر از دروازه از میدان بیرون گردید. جمعه نوبت ادریس یاروف، محمد شریپوف، پاسیو باقی ضربه فیروز سنگوف در نتیجه صدگذاری این ضربه برطرف کرده می شود. هجوم ادامه خواهد یافت و در نهایت بازیگران پایتخت این وضعیت را برطرف کردند. سمرابی دسته پایتخت شیرزاد جمعیف است و به کمک می‌رساند مهربان تیلویف. سمرابی دسته سورا کمپانی باشد پیرو وحیدوف است، به کمک می‌کند اکبر اورتیخوف و اونهایی که در بازی امروزه باعث دوور هستند. سلیمان نوروزجان سلیمان دوور این رقابت است، به کمک می‌رساند ابوبکر محمدوف. دوور اتیوتی در این بازی مهربان شمس‌الدینوف است و وقت سنج کامران خیرالله‌زاده. توجه میکنیم به هجوم و بازیگران دسته پایتخت به زدن گل دست یافتند. دوستان ارجمند، این برای اونها یک جشن است. میراج‌الدین محمد شویف بازیگر گردید که اولین گل دسته پایتخت را در موسم جوری فوتزال به هدف رساند و از این گل شیرزاد جمعیف هم بسیار احساسات دیگر را به خود کسب کرد. می توانیم بار دیگر متوجه شویم خیلی خوب استفاده کرده شد این وضعیت. تنها گذاشتند اینجا در کنار میراج‌الدین محمد شویف را و بازیگر مذکور امکانیت برایش به میان آمده را درست استفاده کردن توانست. حمله نوبتی بازم میراج‌الدین محمد شویف، ولی نوبت خطا میکند بازیگر مذکور. فیضعلی سردارف حرکتی و پاس به کنار، اینجا کوشش محمد شریپوف نتیجه نمیدهد و به هجوم خود میگذارند بازیگران پایتخت. در پاس دادن اینجا خطا دیده شد و محمد صایبوف به اشتباه راه داد. ادریس یاروف، فیضعلی سردارف، تو برای نوبتی امکانیت است برای بازیگران دسته پایتخت و اینجا فیروز بازمحمدوف خوب بازی کرد، از مخش بیرون برآمد و این وضعیت را برطرف نمود. سامان شایف توپ را به طرف هم دسته خود شهریار جمعه خانزاده هوا داد، ولی توپ تا به این بازیگر نرسید. رو میگیرن بازیگران سورا کمپانی. پس به دروازه‌بان فیروز بازمحمدوف، فیضعلی سردارف از پرسینگ برمانده توانستند شاگردان پیرو وحیدوف. پس به کنار اونجا فیروز سنگوف مبارزه برد، ولی مبارزه خوب نه. هجوم بازیگران پایتخت به نتیجه اینجا انجام یابد و بعداً یک اشتباهی اونها بود که میتوانست به گل دسته سورا کمپانی هم بود رساند، اما سامان شویف از موقعش بیرون برآمد، این حالت را رفت نمود. ضربه نوبت ادریس یاروف این ضربه را اجرا کرد و بازم سامان شویف آن را برطرف کردن توانست. وزیرستان در تیپ بنفی بازیگران سورا کمپانی. ضربه و تو به دروازه وارد می شود. محمد شریپوف توانست گل نوبتی دسته سورا کمپانی را به هدف رساند. در خط دفاع موقعی اینا انقدر خوب رو اشغال کردند شاگردان شیرزاد جمعیف. با حساب اکنون 5-1 میگردد. اگر کوشش کنند بازیگران پایتخت امکانیت گل‌های نوبتی را هم به ثمر رسانیدن میتواند برایشان پیدا شود. هجوم نوبتی سورا کمپانی
معلوم می شود که در تشکیل کردن کمبیناسیا و دسته مذکور در موسم جاری می تواند یکی از بهترین ها هم باشد. هجوم خوبی دسته پایتخت ولی درست در توپ را قبول کردن توان شهریار جمعخانزاده. هجوم خوفناک سارا کمپانیا. ادریس یاراف با مبارزه میبرد تو خیران و شیروان غلاموف. پس به کنار توپ را بوی شاگردان شهرزاد جمعیف ارسال به خط حمله ولی سرعت نه آنقدر بلند را اینجا نشان دادند شاگردان شهرزاد جمعیف و مهربان تیلویف. پس نوبتی اینجا دروازه خالی بود ولی توپ به ستون دروازه رسیده. این حالت برطرف کرده می شود. ادریس یاراف پاس خیلی خوبی و از بین چند نفر توپ را گذراند. اینجا باشد لحظه تکرار گل محمد شریف و ما بار دیگر نشان داده شد. موقع را البته در خط دفاع درست اشغال کردند بازیگران دسته پایتخت و این به گل محمد شریف آورد. ضربه فیروز سنگاف. توپ با نوبتی در مرکز میدان. اینجا فیروز سنگوف حرکت میکنه نزدیک میشود به دروازه ضربه میزند و میخواست نسیم شریف با قفس سینه توپ را وارد دروازه بنماید. سرعت ضربه فیروز سنگوف هم خیلی قوی بود. فیروز سنگوف محمد شریفوف ضربه میزند بازیگر مذکور و چون این گل را باید سامان اسلشایف سر ندهد. میتوانیم بار دیگر با صحنه تکرار متوجه شویم. ببینید که ضربه البته قوی بود ولی از فاصله دور زده شد. امکانیت داشت سامان اسلشایف تا اون را برطرف کند. او تنها پای خود را نادرست ماند در همین فرصت. اگر پای به همین ترتیب خیلی وسیع و فراخ مانده شود پس باید لازم گردد که در بین پای ها دیوار باشد. حرکت نوجوی دروازه‌بان با اون برداشت کنید که ضربه از فاصله دور زده شده که اصلا در فوتزال دروازه‌بان اون رو به خطا برطرف میکنند. این بازیگر نتوانست. در مجموع البته سامان اسلشایف بازیش خوب بر نظر رسیده ساده است در خط دروازه. چند فرصت خیلی خوب را او نگذاشت تا با گل فوتبالبازان سارا کمپانیا تمام شوند. بس با کنار اینجا توپ از میدان بیرون می شود. نسیم شریفوف پس نسیم شریف به کنار از آنجا توپ باز رسانیده می شود به طرف محمد شریفوف. ضربه محمد شریفوف را دروازه برطرف میکند. این معنی رو دارد که اکنون از نزدیک دروازه خود سامان اسلشایف توپ را وارد بازی خواهد کرد.
فیروز سنگاف، محمد شریفов ضربه نوبتی و گل نوبتی. اکنون اینجا سوال در آن است که چند گل دیگر میزنند فوتبالبازان دسته سارا کمپانی تا تمام شدن رقابت. و ملاحظه تکرار بار دیگر نشان داده می شود. این نوبت با پای چپ ضربه زد و با پای چپ گل زد. دوباره با نوبتی فیروز سنگاف، نسیم شریفov پاسیو جا می توانست تا توپ رو هم بگیرند. بازیگران دسته پایتخت به هجوم روند. فیضلی سرداراف، پاسیو، سمندر ازام پاس و برخیب نسیم شریفov ضربه این بازیگر ولی به نتیجه. فیروز سنگاف، میخواست او هم از بالای دروازه‌بان ضربه زند و موفق شود ولی نتوانست. فیضلی سرداراف، این بازیگر هم کوششون رو دارد تا دروازه سامان اسدشاهی رو رخنه بگرداند. امکانیت برای بازیگران پایتخت و چنین فرصت باید استفاده کرده شوند. اینجا میبینیم که فردوس سعیدوف امکانیت گلزنی داشت. نرسیدن تجربه البته اینجا خیلی معلوم و عیان میگردد چون که سراسیمه وار ضربه زده می شود. هجوم پایتخت، دستور سپرش‌های نوبتی خود را می‌دهد اینجا شهرزاد جمعیف بعد از پاوران خود.
بعد از تایم اوت برمیگردند بازیگران بر سر رقابت. این هجوم دسته پایتخت است. ضربه و بازم ضربه بالاتر می رود. فیروز سنگوف هجوم بازیگران پایتخت، ولی باز هم مرکز میدان رو عبور کردن نتوانستند شاگردان شهرزاد جمعیف. شاید بعد از تایم اوت که دستور سپارش ها به اونها داده شد، اکنون بازیگران این تیم بسیارتر به هجوم گذارند، بیشتر پریسینگ کنند. Możemy nawet i sora kampania. Samandar Ezomov پاسی با فیضعلی سردارov. Samandar Ezomov کوششی و این وضعیت برطرف می‌گردد. فیضعلی سردارov پاسی به کنار، از آنجا ضربه زده می شود و این ضربه بالاتر می رود. نسیم شریف این ضربه را اجرا کرد. فیضعلی سردارov پاسیو با کنار، نسیم شریفov. فیضعلی یک نفر را فیره میدهد. سردارov میخواست توپ را به طرف نسیم شریفov برساند، ولی بازیگران خوب دسته پایتخت توانستند این وضعیت را درک کنند و آن را برطرف نمایند. خوب گفتیم که دو بازی الکی سپری شدند در دوره دور مذکور در سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان. در دور یکم دسته استقلال توانست بر امانت بانک غلبه خود را به دست آورد. این بازی با نتیجه 2-1 به انجام رسید. حمله نوبتی و اینجا ضربه هم زده شد، توپ از دروازه‌بان هم گذشت، ولی بعداً بازیگر دسته سورا کمپانیا، فکر دارم سمندر ازاموف، توپ را از خط دروازه زده دور کرد. بسیار حالت خوب گلزنی بود برای بازیگران جوان دسته پایتخت. و یک بازی دیگر رقابت دستای استروشن و سمندر بود که این بازی کشاتر بود، سرگلتر صورت گرفت و با حساب 6-4 فوتبالبازان دسته استروشن توانستند غلبه خود را به دست آورند.
و اکنون بازی سیوم که بازی آخرین در دور مذکور است ما شما متوجهش هستیم. قسم بیشتری بازیگران دسته ساروکپانی البته فوتبالبازان دسته تیم ملی کشور هم هستند. چند روز پیش اونها در مسابقه جام ملت‌های عرب بودند و بازی البته برای ما خیلی و خیلی نگرانی کننده بودند چون که خیلی سست و ضعیف برآمد در همون بازی ها به چشم رسید. بازی اول چند یک رقابت برابر با لبنان هم بود ولی بر صورت شکست خوردیم با حساب 2-1 در آن دیدار. بعدا بازی دوم کلا بازی شرمندگی بود با عربستان سعودی که با حساب 8-0 در آن دیدار ما شکست خوردیم و رقابت آخرین با دسته الجزایر که مساوی انجام یافته بود 2-2 به ما هیچ چیز نداد. از گروه برآمدن نتوانستیم و از ادامه راه مبارزه در مسابقه مذکور بی‌نصیب شدیم. پس به کنار فیروز سنگاف ضربه به طرف دروازه و اینجا دروازه‌بان سامان سلشایف این وضعیت را برطرف کردن توانست. هجوم نوبتی پس به کنار کوشش های دلشاد سلاموف بود و بازیگر مذکور توانست تلاش خود را بیشتر سازد ولی ضربه نزد. بازم دلشاد سلاموف این بعد ضربه و این ضربه برطرف کرده می شود. امکانیت برای یک سال هجوم خوفناکی دسته پایتخت اینجا وجود دارد. توپ میرسد تو با بازیگر رقم 9 ابوبکر یعقوبوف بود. ضربه نوبتی و این وضعیت را سامان سلشایف برطرف کردن توانست. حمله نوبتی بازیگران دسته پایتخت. فردوس سیدوف پاسیو میخواست اینجا تو را برگرداند. ابوبکر یعقوبوف باقیب ولی موفق نگردید. سمندر زاموف تو را از نزد پایه‌ای گرفتند. فیروز بازمامدوف حساب رقابت به ما نشان داده می شود. 1-7 دسته ساروکپانی پیش صف. هجوم نوبتی بازیگران پایتخت.
Самадар Низомов ҳаракат ё пас ба Фирӯз Сангов Ирсол Вахиб. имконияти хеле олӣ, комбинатсияи хуб. бозам ин вазъият бетараф карда мешавад, аммо ҳуҷум идома хоҳад ёфт. پس با کنار اینجا فضای سردارov توپ رو به داخل جریمه‌گاه رساند، ولی ضربه به طرف دروازه دیده نشد. هجوم جوابی دسته پایتخت، ضربه و ضربه هم به نتیجه به پایان میرسد. فیروز سنگوف همه را فریب داد و در نهایت کار موفق هم شد تا ضربه خود را روان کند. به حساب دیدار اکنون باز افزون تر بسازد. کوشش خیلی خوب این بازیگر به چشم رسید. توانیم بردگار متوجه شویم چگونه از پهلوی دروازه‌بان هم توپ را رسانیدن توانست. گذراندن توانست، ضربه زد و ضربه با گل انجام یافت. یک حالت دیگر، یک ضربه دیگر، این وضعیت برطرف کرده می شود و همین طور روسان اجمن بازی به انجام می رسد با حساب 1-8 و در بازی دور یکم، در بازی آخرین دور یکم دسته ساروکمپان قهرمان فعلی کشور بر دسته پایتخت با حساب کلان 8-1 غلبه خود را به دست می‌آورد. پیروایدوف شاگردان و مخلصان دسته ساروکمپان را با این غلبه تبریک و تهنیت می‌گوییم. آنها اکنون در زینه یکم بعد از دور اول قرار می‌گیرند. بعد دسته پایتخت با شیرزاد جمعیت با مهربان طلایی و دستپروران آنها امید و بردباری در موسم طولانی و مشکل تمنا داریم. با شما خیر خوش میکنیم. خیر، تنصیحات و خانواده باشید.